P90 معروف به L90 ایرانی یکی از جدیدترین محصولات پارس خودرو است که با نمای خیلی جذاب میتواند رقیب محصولات سایپا و ایران خودرو باشد. این خودرو از نمادگان L90 است و البته در نمای جلو شباهت زیادی با L90 ندارد، ولی خب یکی از قشنگترین رخ‌ها در بین ماشین‌های جدیدی است که معرفی شده‌اند. اما در بخش کناری P90 شباهت خیلی زیادی به L90 دارد. عقب ماشین هم شباهت زیادی به L90 ندارد و از چراغ‌های دو تیکه استفاده می‌کند که رخ بسیار جذابی به عقب ماشین هم داده. به نظر می‌رسد خودروی جمع‌وجوری باشد و برای داخل شهر خیلی خودروی خوبی است. داخل P90 تقریبا شبیه به L90 است و فرق زیادی نکرده به جز اینکه یک مانیتور بهش اضافه شده و فرمان ماشین تغییر کرده، وگرنه تغییر خیلی زیادی نداشتیم در داخل ماشین. البته خب صفحه کیلومتر ماشینم تغییر کرده که واقعا این صفحه کیلومتر خیلی قشنگه. با این تغییراتی که کرده نمای داخل ماشین یک نمای ساده است و تقریبا شبیه به همون L90 است. البته خب در ماشین‌های ایرانی هرچه ساده‌تر کم دردسرتر. من داخل این خودرو ننشستم ولی خب به نظر میرسد جای پای راحتی داشته باشد. عقب این خودرو هم هیچ امکاناتی ندارد و به ساده ترین شکل ممکن است. به نظر میرسد صندوق عقب این ماشین هم جای خیلی زیادی داشته باشد و برای مسافرت ها کم نیارد. موتور این خودرو یک موتور 1600 سی سی ME16 است که 113 اسب بخار قدرت و 144 نیوتن متر کشت آور رو به چرخ‌های جلو منتقل می‌کند. وزن و شتاب این خودرو در حال حاضر نامشخص است.